السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان من، امسال پای در پای چند از ستارگان عالم اسلام در این مصیبت یک دم خاموش باشه. عزیزان من خاموش باشه. امسال چند نفر از ستارگان درخشانی آسمانی اسلام عزیز تاجیکستان ما سفر آخرت کردند از حضرت ایشان نظام الله خلیفه و امروز در پیش ما با جسم بیجان، با دل پر حسرت، یکی از ستاره های درخشان و یکی از داعی های به سوی خدا و رسول و یکی از وارثان پیغمبر و یکی از پاسبانان بوستان شریعت محمدی حاجی عبدالعزیز خوابند و سفر آخرت کردند. انا لله و انا الیه راجعون. ولو كانت الدنيا بقاء لساكن لكان رسول الله فيها محلدا. وما أحد ينجو من الموت سالما وسهم الوهمة منايا لو أصاب محمدا. عزیزان من، اگر دنیا به کسی وفا میکرد محمد آفتاب تابان رسالت زنده این محفلی که شما جمع شده فقط بر خاطر عبدالعزیز نیست، به خاطر اظهار براءت از دشمنان اسلام است، به خاطر اظهار براءت از دشمنان خدا. امروز دیده ایستادیم در سرزمین فلسطین کودتایی به صاحب 3 ساله مسلمان بمباران شدند، اما ما خاموشیم. من در زمین شما فریاد میکنم، با تمام آوازم ندا میکنم، گوید مرگ به دشمنان اسلام، خوبیهای ملعون، مرگ به یاران جمعچی ها شد، مرگ به کسانی که از سیاستی این دشمنای بشریت طرفداری میکنند. امروز عزیزان من، امروز ملا عبدالعزیز به همون مرگی که محمد چشید، به همون تیره که سینی محمد شکاف شد، سینه‌اش خونالود شد، دل او پرخون و لعینش بشوبین خاموش شوان به پیش پیغمبر رفتی صحبه. ولو كانت الدنيا بقاء لساكن لكان رسول الله فيها مخلدا. وما أحد ينجو من الموت سالما. کسی از مرگ نجات نمی‌یابد، نه من، نه ایشان مفتی، نه ایشان سیدجان، نه دیگر از مرگ نجات نمی‌یابیم. همه ما بنابرت شربتی مرکبی، همه ما بنابرت بالا این تابوت سوار به سوی خدای خود می‌ریم، پیشگاه خدا ده ما جواب میدیم. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه تفسیر آیه مبارکی فاتقوا الله در آیه حضرت می‌فرمودند، گفتند یا ابن آدم انظر بأي بدن تقف عند الله وبأي لسان تجيبه وماذا تجيبه إذا سألك عن القليل والكثير. ای بچه آدم، ای انسان، ای ایشان الله، ای به پیشواهای دین، شما تصور کنه، شما اندیشه کنه با کدام جسد فردا در پیشگاه خدا رو فرو میشه، با کدام زبان به سوالهای خدا جواب میده، با چی جواب میده. امروز برای اون سوالها جواب تیار کنه، امروز برای اون سوالها
برای جوابش آمادگی بینید. عزیزان من، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بدا الاسلام غریبا و سیعود کما بدا فطوبى للغرباء. امروز ما غریبیم، امروز ما امت اسلام پشتبان نداریم غیر خدا. و گفتی 3 شب پیشتر رسانه های اخباری جهانی یهودیت ملعون باز کریکاتوره های نوه را برای تمسخر پیغمبر شما کشیدن و اکران های تلویزیون پیشنهاد کردن. دیدید کسانی که دم از دموکراسی میزنند، کسانی که دم از برابری دین ها میزنند، کسانی که دم از صلح میزنند، امروز به قیمتترین ناموس ما چقدر هجوم دارند، چقدر ناموس ما رو پایمال دارند. دیدید؟ ما خاموش هستیم. فردا پیغمبر چی میگوید؟ من به شورای علما خطاب میکنم، من جای ترس ندارم. من به حکومتدارا خطاب میکنم. امروز ما خاموش، امروز ما صدای ما یک اعتراض ندارند، امروز شورای علمای ما اعتراض ندارند. فردا عبدالعزیز باری پیش پیغمبر میریم، چی جواب میتیم؟ گفته حضرتی علامه اقبال نه نعلم من ز کس، نه نعلم من ز کس، می نعلم از خویش که ما لایق قدریتون نبوده. یا رسول الله، ما لایقی امتیتون نداشتیم، اما معلصا با وجود این امت پروردگارا به حرمتش انبوهی زیادی از عاشقانی خدا و رسول ایجاب شدیند برای مرگی بندی تو، برای مرگی یکی از داعیان تو، برای مرگی یکی از پیشوایان دین جمع شدیند. پروردگارا به حرمت اینها اسلام عزیزه در روی جهان غالب کرد. قانون اسلام در تمام عالم حاکم کرد. پروردگارا دشمنان اسلام خواه داخلی باشد خواه خارجی. عزیزان من، اکبر دیگر چیزی گفتنی ندارم، اما از شان مفتی همچون پیشوای شورای علما خواهش میکنم که جنازه عبدالعزیز که برای ما هم فرزند است در مشابه هم مریدان و هم وصیت خودشان وصیتی وقت لحظه های آخرشان را به فرزندان اگر راضی باشن جنازه را من میخوانم. لیکن اینجا میبینم حضرت استاد داملا محمدی حضور دارند. رسول اکرم میگه من اما قوما و فیهم من هو خیر. در یک قوم مردمش جمع شوند، از اونها یک بهتره باشد، اگر آن بهتر مونن دیگر امام شود، اونها لم یزالوا فی سفال. این حدیث صحیح است. اگر وارثان مرحوم راضی باشند، من جای خود نشان راضی باشند، شما راضی هستید؟ عزیز الله محمدی استاد تبارکان خانه، تبارکان خانه حضرت ایشان مفتی